آنچه گذشت. فکر می‌کردم بزرگتره. تمرین هدفگیری ایدز گرفتم. پدر و پسرم راه می‌افتن دنبال لایت آف آلفایم. چجوری کار میکنه؟ تو اینو نیاز داری. یه داشاقه. بکن تو کونه یه داشاقه برای سفر کردن بین قلمروها. این میتونه ازت محافظت کنه و تو رو به لایت آف آلفایم ببره. داشاقه بکن تو این. بعدش چی؟ بهش زمان بده. باید بعد از مدت طولانی دوباره بیدار شه. این برای این اتاقه و تو این اتاق تنهاه. حالا دیگه میتونی بین قلمروها جا به جاشی. چیزی که میبینی نشون میده ما الان کجاییم. همونطور که میبینی ما توی دریاچه 9 قلمرو هستیم. آخه یعنی که چی؟ از کی تا حالا فیلمو با دوبله شروع میکنن؟ پس احترام به راوی چی میشه؟ من اینجا کیوی هم آیا؟ یه سلام علیکی نمیذارید من بکنم؟ نویسنده و کارگردان سید محمد حسینی، تهیه کننده سید محمد حسینی، مدیر دوبلاژ سید محمد حسینی. کی؟ سید محمد حسینی. کجا؟ سید محمد حسینی. چی؟ سید محمد حسینی. سید محمد حسینی. با حضور افتخاری دیزی گرل. اگر قسمت قبلی رو دیده باشید میدونید که فریا به کریتوس اترگوس گفتش که اگر که میخواید از نفس سیاه رد بشید باید با استفاده از لایت آف آلفایم این کارو بکنید. بیاید من میبرمتون اونجا، لایت آف آلفایم رو بردارید و بیاید از نفس سیاه رد بشید. حالا برای اینکه برن اونجا به داشاق نیاز دارن که اونو فریا بهشون میده و پا میشن میرن لایت آف آلفایم. اگر هم که قسمت قبلی رو ندیدید لینکش این بالا میاد، حتما برید ببینید. پدر و پسرم راه میفتن دنبالی لایت آف آلفایم، ولی همونطور که میشد حد زد اونجا اصلا جای آرومی نیست و بعد از اینکه میرسن اونجا با یه گله اسب پرنده روبرو میشن. کریتوس هم همشونو به راهیان گاو میفرسته. بعد از اینکه کریتوس از پای پرنده یا همون الفای سیاه رو به راهیان گاو فرستاد، الفای سفید رو هم پیدا میکنن و آزادشون میکنن تا نور و روشنایی دوباره به میدگارد برگرده. اینا هم میرن تا بالاخره لایت آف آلفایم رو پیدا میکنن و باهاش از نفس سیاه رد میشن. کریتوس و اترگوز هم داشتن مسیر خودشونو میرفتن که یه دونه اژدها سر میرسه. کریتوس هم مثل الفای سیاه اینم به راهیان گاو میفرسته. حالت خوبه؟ آره. یه نقشه دارم. با علامت من جرزقیل رو بیار پایین. ولی من نمیدونم این چجوری کار میکنه. اهمیت نمیدم. آماده باش. حالا دیگه هم چیزی تا بالاترین نقطه میدگارد نمونده تو کم کم دیگه دارن میرسن به نوک قله. کریتوس هم که داشت از یه صخره بالا میرفت میبینه که غریبه ای که اول بازی دیدیم که اسمش هم بالدورس زنده است
و کناری پسرای تور یعنی مودی و مگنی ایستاده است. حالا اینکه چجوری زنده است و منم نمیدونم، حتی خدا هم نمیدونه چجوری یعنی این چرا باید زنده باشه. کریتوس کشتش. حالا بگذریم. وقتی اینا میرن کریتوس هم میره بالا و میبینه که یه مردی رفته است تو درخت. بچه مسیر رو چک کن و مطمئن شو کسی اینجا نیست. ولی ما الان دیدیم که رفتن. کاری که گفتم رو بکن. اون نمیدونه تو کی هستی. و قراره همینجوری پیش بره. تو کی هستی؟ من بزرگترین سفیر خدایان، غول‌ها و همه مخلوقات نه قلم رو هستم. من همه چیز اینجا رو میشناسم. هر زبانی که صحبت میکنن، هر جنگی اتفاق افتاده، هر معاملاتی که انجام شده. به من میگن میمیر، باهوشترین مرد زنده دنیا. هر سوالی که بپرسی من جوابشو میدونم. چرا پسر اودین دنبال ماه؟ خب من چند تا چیز توی ذهنم دارم، ولی اودین منو 109 ساله که زندانی کرده. میمیرم در ادامه بهشون میگه که جای اشتباهی اومدید. اینجا درست است بالاترین نقطه میدگاردد، ولی بالاترین نقطه 9 قلم رو نیست. یوتنهایم بالاترین نقطه است. در ادامه هم میگه که جاینت ها یا همون غول ها تمام مسیرهایی که به یوتنهایم میرسن و بستن، ولی یه راه هست که هنوز باز است و من میتونم شما رو ببرم اونجا. فقط برای این که ببرمتون اونجا باید سرشو سرمو ببری پیش یه جادوگری که دوباره منو زنده کند. کریتوس هم میگه که جادوگری بیشه میتوند این کارو انجام بده. اینا هم راه میافتن و میرن پیش فریا. وقتی میرسن اونجا فریا یهو برمیگرده میگه که این تیرا رو از کجا آوردی بچه؟ اینا برای تو خطرناک است، بدش به من بندازمش تو آتیش. These arrows are dangerous and wicked. You find any more, you destroy. بعدش هم میمیر رو زنده میکنه و میگه که حواستون باشید که اگر اودین بفهمد میمیر زنده است زیاد خوشحال نمیشه. این وسط هم میمیر میگه که فریا خداست. کریتوس هم پشماش از این قضیه میرزد و دیگه اعتمادشو به فریا هم از دست میداد. حتی به بچه‌ش هم میگه که هر چی که فریا گفته بوده دروغ است و دیگه نباید به حرفاش گوش کنیم. خب مثل این که نویسنده یادش رفته است بگید که این تیرا از کجا اومده است. من الان براتون میگم. بعد برگردیم وقتی که کریتوس داشت یه اژدها رو میکشت. آها دقیقا همینجا یه بنده خدایی هست به اسم سیندری که کریتوس وقتی میخواد آپگرید کنه خودشو میرد پیش این. وقتی هم که کریتوس این اژدها رو میکشد، این بنده خدا هم این تیرا رو به عنوان هدیه میداد به اترگوز و میگه بگیرش لازمت میشه. حالا شاید بپرسید این چرا به این هدیه داد؟ چون که این اژدها مزاحم سیندری بود و اذیتش میکرده و مزاحم کارش میشد است. خب برگردیم به داستان خودمون. ولی هم میمیر هم فریا به کریتوس میگن که باید به بچت بگی که تو خدایی. کریتوس هم چون که میدونه کیه و چی کار کرده از این قضیه کلن تفره میره و فکر میکنه که این کارش باعث میشه که اترگوز در امان باشه. از این قضیه که بگذریم میرسیم به میمیر که کریتوس بردتش پیش ورلد سرپین که باش حرف بزنه و برن قلمرو یوتنهایم. ولی میمیر به دو تا چیز نیاز داره که دروازه مخفی به سمت یوتنهایم رو باز کنه. یکی از این چیزا توی یه منطقه یخزده است که یه غول اونجا به دستور تور کشته شده است. پدر و پسرم راه میافتن به دنبال چیزی که میخوان، ولی یهو مودی و مگنی پسرای تور سر میرسن و میخوان که اترگوز رو ببرن. کریتوس هم بهشون میگه اینو میخوای؟ باید اینو بخوری. کریتوس هم شورتو میکشد پایین و مگنی رو میکشد. اترگوز هم چند تیر به مگنی میزنه و مگنی هم زخمی شده فرار میکنه، ولی اترگوز مریض میشه. کریتوس هم اترگوز رو برمیداره میبرد پیش فریا. فریا دارو وا کن، به کمکت نیاز داریم. مگه صدامو نمیشنوی؟ ضروریه. من هنوز خودم. برو پی کارت. بچه مریض شده. فریا مریض شده. بیا داخل. این بیماری عادی نیست. چند بار بهت گفتم باید چست نگرده، اینجوری شد.
من این کارو باش کردم. کمکم میکنی؟ 100%. یه ماده هست که فقط تو هلهالم پیدا میشه. نگهبان پل جهنم که هست. قلبشو میخوام. قلمرو مرگ. میدونی که چی میگم؟ نمیشناسمش. طبق چیزایی که گفتم تبرت اونجا کار نمیکنه. باید چیز دیگه پیدا کنی. پس باید برگردم خونه. گذشته که قسم خورده بودم دفنش کنم. کی اهمیت میدی تو قبلا کی بودی؟ این بچه گذشته تو نیست، پسرته و به پدرش نیاز داره. این پل هلهایم رو باز میکنه. وقتی رسیدی اونجا به هیچ عنوان از پل نفرین شده رد نشو که هیچ راه برگشتی نیست. فهمیدی؟ بچه کریتوس هم برمیگرده تو خونه و There's nowhere you can hide, Spartan. Put as much distance between you and the truth as you want. It changes nothing. Pretend to be everything you are not. Teacher, husband, father. But there is one unavoidable truth you will never escape. You cannot change. You will always be a monster. I know. But I am your monster no longer. All right, brother. Let's see what those plates can do.